شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتری دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. حضرت بگم من میخندم به حال یعنی کسی که در آرزوی دنیا هست در صورتی که مرگ در طلب شد، مرگ او را فروگذار نیست و غافل لا یغفل عنه. من تعجب میکنم گفت از آدم غافلی که به غفلت است در صورتی که خچه فراموش نمیکنم، تمام کار و رفتارش حساب و کتابش رفته است، همه قید چیده است، همه زیر مشاهده و نظر است. کرام الکاتبین تمام عملهاش ایالا سر تا سر قید کرده و نوشته است. برای هر کدامش جواب میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. غافله که نمیدونه که خدای تعالی برای چی خلقش کرده است. حضرت خداوندی به عتاب به بندهاش مراجعت کنان میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما گمان میکنید که من شما را بر عبث خلق کردم؟ گمان میکنید که دیگه بازگشت نداره به سوی من؟ خیال میکنید از این نعمت ها نمیپرسم تو؟ ای که 50 رفته در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی تا که این باد کبر و آتش خشم شرم بادت که قطره آبی. شرم نمیداری این کبر و غرور و این قدر واهمه و دغدغه یک نطفه آبی منی خلق شدگی. گر به نعمت شریک قارونی، گر به قدرت عدیل سهرابی، گر به تمکین ابن عفانی ور به نیروی ابن خطابی، ملک الموت رو به حیله و زور نتوانی که دست برتابی. اگر مال و ثروت قارون داشته باشی، اگر قوت و توانایی سهراب رستم داشته باشی، اگر تمکین حلم حضرت عثمان داشته باشی، سیاست حضرت عمر هم که داشته باشی، از دستت کار ساخته نیست. ملک الموت فریب نیلان کرده نشوه. ملک الموت یکون وعده قطعی مقصد ایخه دور کرده نشوه. خفتن از زیر خاک خواهد بود ای که در جام خوابی سنجابی. بس خلایق فریفته است این سیم که تل ارزان برو چه سیم آبی. اخیر الامر هم جا تای خاک بشوه. فریب این دنیا را نخر ناشگری این دلار شوه که خلق زیادی را فریفته کرده است. می لرزی همی پچکه بود کنم ایسر دیگرش انشالله خیر میکنم، کارای خیریه میکنم. او پچکش هم با نیست بشید خیر به همی ککشم یا پچکه شود سیف پرتم و باقی موندهش صرف میکنم. این انسان سیری نداره از این دنیا. والله اگر همه دنیا را در حلقت بریزن همون تا گشنه میره. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. اگر این فرزند آدم 10 دره طلا داشته باشه در طلب سیمش میغلطه. ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب. این تیگای انسان فقط هم خاک لحد سیر میکنه، با مال دنیا سیر نمیشه. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را قصه میکنه حضرت در گلستان. میگه در هنگام یکی از سفرها یک بازرگان فارس دیدم، از فارس بود است، تاجر. بعد در خیمش دعوتم کرد اگه شب استراحت میکنم که هم کاروانی را خیلی چخچخ کرد. من میگه گفتم که آخه 30 سالت به جای رسیده است، چون میکنی جوان تمام داده ای شهر به ای شهر، ای دیار به ای دیار. خوبتر نیست که در وطنه که یک دکانچه‌ک باز کنی و آخه برای مسجدک در نماز بخونی ای جماعت دور، ای صحبت علمی محجور. من میگه گفت که حضرت همین نقشه که دیگه دارم، همون نقشه اگر جمعه عمل بپوشه همون گپی خطه میگیرم. دیگه مگزین میکنم و در همون شهر خودم دیگه میشینم به عبادت مشغول. و میگه پرسیدم که چی نقشه ای؟ گفت نقشه دارم که گوگیر بگیرم ای فورس. این فورس با همون گوگیرداش مشهور بود است، از قدیم گوگیر چوب میکرده است. گوگیر فورسی را بگیرم میگه برم
در روم بفروشم جوشده دیبای رومی بخرم. دیباش همین ماتریال حریر ابریشم. دیبای رومی را میگم ببرم به حلب. در حلب بفروشم جوشده آبگینه بگیرم. آبگینه حلبی را بگیرم برم به چین. این چینش خیتوی. در اونجا بفروشم در جوش میگه انا مقصد مولای چینی بگیرم. اینمی کوسوهای چینی و دیگر بیارم در فرس. بعد مقصد مایده کده بفروشم دیگه به عبادت مشغول شم. میگه وقتی که این اوخی یک تریتوری کلونا باشه بامشا گرید هم دل نیوستو که هم بلیش نیوستو که هم را جمع کرد اوخی و میگه خب کرده ششتگیم بگو یو شیخ چی خب کردی؟ و میگه گفتم که آنشانی دستی که در صحرای غور بار سالار بی افتاد از ستور گفت چشمی تنگی دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاکی گور. حضرت میگه میخندم به حال کسی که غافل است در حالی که از حال او غفلت نمیکند. هر دقیقش به حساب است، هر نفسش به حساب است. از برای خدا این نفس این نعمت خدا میته به قدرش نمیرسیم. هر نفسی که فرو میرود ممید حیات است و چون بر می آید مفرج ذات. حضرت شیخ سعدی میگه همین نفس وقتی که میدرویه یک نفس حیات زیاد میکنه. اکسیژن در همین شش نروه حالا چی میشود؟ تو همین کسل نشید به قدر همین شیشو نرسیدیم، به قدر همین نعمتی به پولی پروردگار نرسیدیم. با اگر نبرویه وای به حالت. پس در هر نفس ده نعمت موجود است و هر نعمتی رو شکر واجب. این همین در هر یک نفس ده نعمتی خدایی، نعمتی داخل شدن، نعمتی خارج شدن و هر نعمتش در شکر واجب می شود. این شکر را کی کنیم؟ حضرت میگه که به حال شخص میخندم که با پری دهن میخنده، قه میزنه که در دهنش گیز میشود. در صورتی که نمیدانه که آیا خداوند از او راضی است یا که در خشم غضب پروردگار گرفتار است. میزنیم خنده قهقه را در قیسش دیستیم. قیسه میکنن حضرت محمد ابن واسع رحمه الله تعالی یکی از علمای تابعین است. بچه‌ش هم میبینه خطی جورواش همیتا کتگی کرده، بچه عالم مشهور آخی همیتاری تفک زده اومده است، قهقه زده. بعد میگه در همه پیش رفیق خوش گفت ای صغیر ابله گفت چی کتگی داری؟ مادر تا به 10 دیرم بزرگ خریدگی یک کنیزک بود به 10 دیرم بزرگ خریدگی ماش ایا نطفه آب منیت پیدا شدگی. پدرت شخصی است که در حساب خودش گومه که پیش پروردگار حالم چی بشیده باشه، آیا رو سفید بخیسته باشه یا رو سیاه. ای چی قهقه ای چی خنده ای. حالا که سؤال منکر و نکیر جواب گفتی، ای زخته قبر نجات یافتی، خداوند بندت گرفت، پروپوس که جنت در دست دادن، از بالای پول صراط گذشتی. آخه ای چی قهقه ای چی شادی و ای چی خنده ای. وای وای به حال کسی که مستی دنیای در خنده و قهقه، در صورتی که حتی اندیشه نمیکنه که در زیر غضب پروردگار قرار داره. خدا را خوش نمیآیم رفتار و کردارش. الله اکبر. سعی کردن در کار که در همین دنیای 2 روزه طرز زندگی کنیم که خداوند از ما خوشنود بگردد. روح پیامبر صلی الله علیه و سلم از ما شما خوشنود بگردد. ان شاء الله هر آرزویی که وابسته به همی است با یقین بدونه که در دنیا هم سربلندی و سعادت به صاحبش میاره و فردا روز قیامت هم سبب نجاتش میشود. مردای واقعی آرزوش همی است. یکی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت بسیار خدمت کرد. شب تا سحر با پا راست ایستادگی حضرت از جاش میخست در پهلوش بود. آبی تورات میپرسید افتوبا در دستش میدادش همون مشقق در دستش. بعد گفت که یگان چیز از من طلب کن. سال نگفت یگان چی بپرس. گفت اسألک مرافقتک فی الجنه. میخواهم که در جنت همراهت باشم یا رسول الله. گفت او غیر ذلک شاید یگان ارزوها که دیگه داری یگان چه ابی دنیا بپرس. گفت هو ذاک
همین است ارزوی من، ارزوی دیگه ندارم. و حضرت گفت فاعینی بکثرت سجود، کمک مرا میگفت با زیاد سجده کردن، با زیاد طاعت عبادت کردن. فردا روز قیامت همنشینی من کسی میشود که آخی فرمان خدا را ببره، نماز خدا را بخونه. هر قدر سجده بیشتر کردی همون قدر مرتبه و منزلت بالاتر و بالاتر میرود. سعی کنیم که ارزو و آمالمونم طبق شریعت محمدی باشه. جوان باید ارزو کنه که خدای تعالی یک زن صالحه را نصیب کنه. آخه این نعمت بزرگی است که قسم به الله با مال و ثروت دنیایی را خریده نمیشود. چه مستور باشد زن خوبروی، با دیدار او در بهشت است شو. زنی مستوره باشه، زنی خوبرو باشه، شوهر با تبسم قبول کنه، با تبسم گسیل کنه. هر وقت شوهر همون را میبینه خیشه در جنت احساس میکنه. ارزو کنه که خدای تعالی فرزندای خوب و صالح از او زن براش نصیب گردونه، که فرزند زنده گرداننده نامی پدر است. ایشان قاری ربی خدا برکتش بده. میشینم میخیزم بر پدرت رحمت میگن. اوخی پدر در عالم قبر انشالله همین قبرستانش مثل یک گلشن ای، همیشه نورانی ای. همین انسان باید ارزوش همی باشه که فرزند خوب و صالح نصیبش بگرده، نامبردارش باشه، زنده گرداننده نامش باشه، زنده گرداننده و دوام دهنده عملش در زندگی باشه. نخوا ارزو همی باشه که خدا در گناه مبتلا کنی و ارواح گذشته ها تا در عالم برزخ پژمرده بگردونی و ناراحت کنی. قسم به الله همه جوانایی که همه سعی میکنن که محفل مجلساشو طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار کردن، خیلی جوان مردای با غیرت با همت صالحی هستند که در حقش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مشوره داده است: انا حبیب الله و شاب نشأ فی عبادت الله ایضا حبیب الله. من حبیبی الله هستم، گفت حضرت. و همچنین جوانی که در عبادت پروردگار نشأه نما می‌یابد، با وجود جوانیش رفتار و کردار یعنی ریش سفیدا را داره، اخلاق و آداب اونا را داره، اونم حبیبی الله محسوب میشه. خداوند بخت اقبال بده، خداوند غیرت همتش بده همراه تازه عروسش که